گواهی دادن بر دروغ گناهی است که امروزها به مثل نوشیدن آب آسان شده است. حالا آن که این نوع گناه از بزرگترین گناهان کبیره به شمار می رود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن را در برابر شرک به خدا قرار داده است. پناه به خداوند. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا شما را از بزرگترین گناهان آگاه نسازم؟ 3 بار تکرار کردند. صحابگان رضی الله عنهم فرمودند: بله ای رسول خدا. فرمودند: شرک آوردن به خداوند و رنجاندن پدر و مادر. و ایشان به حالت تکیه نشسته بودند که راست نشستند و فرمودند: و دروغ گفتن و شهادتی بر دروغ. همچنان ایشان این جمله را تکرار کردند که از روی شفقت و مهربانی گفتیم ای کاش ساکت می شدند. حدیث متفق علیه.